میخوام به بزرگترین چالش شما داخل انتخاب چمدون پایان بدم. چمدون فایبرگلاس رو انتخاب میکنید یا برزنتی؟ خب میریم سراغ جنس بدنه. جنس بدنه این کار برزنت و جنس بدنه این کار پلیپروپیلن یا همون پی پی با نام پی پی شناخته میشه. پپه نه، پپه بازیکنه با نام اختصاصی پی پی. یه سرچ کوچیک داخل گوگل متوجه میشید این کار بزرگترین ویژگیش اینه که نشکنه، مثل کاغذ تا میخوره ولی نمیشکنه. دیگه نیاز نیست تریلی روش بگردونی یا جفا بره تو شکمش. حالا جالبیه این کار این که داخل کارهای برزنتی هم برای که حفظ بشه قالبشون از همین نوع پلاستیک استفاده شده، هم سبکه هم نشکنه. بیاین داخل کارهای برزنتی هم نشونتون. مثلا این کار برزنتی از برند پرزیدنت، بهترین برند فروشگاه ما. داخل کار پی پی استفاده شده که قالب کار حفظ بشه. کاملا کار نشکنه. حالا اگه شما باشید